در ویدیوی قبلیمون در مورد آسیب‌های کمالگرایی صحبت کردیم و یه سوالی که اونجا خیلی مطرح شد بپرسیم بود که برای درمان این مشکل و حلش باید چیکار کنیم. خب ببینید، من اینجور فکر نمی کنم که همه آدم‌ها برای حل مشکلاتشون باید از روانشناس کمک بگیرن. یعنی همه ما کم و بیش متوجه یه سری مشکلات در خودمون در روابطمون میشیم و برای حلش هم از یه سری راهکارها استفاده میکنیم. حالا ممکنه با دیگران مشورت کنیم، مطالعه کنیم و از تجربیات خودمون توی زندگی استفاده کنیم و اگه از این راهکار استفاده کردیم و جواب ندادن، اون موقع ممکنه بریم سراغ روانشناس. برای همین من امروز میخوام در مورد کمالگرایی یک کتاب معرفی کنم برای اون کسایی که میخوان خودشون روی مشکلشون کار کنن. کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب غلبه بر کمالخواهی نوشته شفران و پگان است. دو تا متخصصی که سالها در حوزه کمالگرایی کار کردن و پژوهش‌های زیادی هم انجام دادن. حالا بذارین یکم راجع به کتاب براتون بگم. این کتاب دو بخش داره. بخش اولش اومده توضیح داده راجع به کمالگرایی که اصلا کمالگرایی چیه؟ آدمای کمالگرا چه ویژگی‌هایی دارن؟ چون فکر می‌کنم ولی مهمترین موضوعی که باید اول راجع به خودمون بدونیم اینه که آیا من واقعاً درگیر کمالگرایی هستم یا نه. چون فکر می‌کنم یه سوء تفاهمیه که خیلی‌ها دچارش شدن. اینکه فکر می‌کنن که هر آدمی که برای رشد و موفقیت و پیشرفتش تلاش می‌کنه، پس یعنی این آدم کمالگراست. و نقطه مقابل کمالگرایی یعنی تنبلی و بی‌انگیزگی و هیچ کاری نکردن. این کتاب توی بخش اول اومده کامل اینا رو توضیح داده، نشونهای کمالگرایی، پیامدهای کمالگرایی، مشکلاتی که این افراد برای غلبه به کمالگرایی بهش نیاز دارن. و توی بخش دوم اومده یک سری راهکار و تمرین و تکنیک داده برای اینکه اون افکار و باورهایی که باعث کمالگرایی افراد میشه رو بتونیم بشناسیم، باشون چالش بکنیم و بتونیم رفتارهای کمالگرایانتون رو تغییر بدیم. انجام دادن این تمرین‌های این کتاب قطعاً میتونه به یک عده کمک کنه. اما بعضیا توی انجام دادن تمرین‌ها دچار تردید میشن. چرا؟ چون خیلی‌ها این مسئله رو دارن، میدونن که مشکل چیه، رفتارشون اشتباهه، رفتارشون داره بهشون آسیب میزنه، اما مسئله اینه که نمیتونن تغییر رویه بدن، نمیتونن از اون رفتار دست بکشن و خب این افراد نمیتونن اصلا تمرین رو انجام بدن و تغییری هم طبیعتاً درشون اتفاق نمیفته. مثلا یکی از مشکلات شایعی که آدمای کمالگرا در موردش هستن رو در قسمت قبلی توضیح دادیم و توی کتاب همینجوری توضیح داده و یه تمرینی آورده که شما یک پیام رو با این مضمون دریافت کنید که همین الان این کار رو انجام بدید. این پیام رو بذارین روی گوشیتون، روی کامپیوترتون که هر موقع گوشیتون رو برداشتین، کامپیوترتون رو روشن کردین و پیام بالا بیاد و به صورت نوتیفیکیشن یا هر چی و به شما یادآوری بکنه که اون کاری که دارین به تعویق میندازین رو همین الان انجامش بدین. خب این ممکنه که این یادآوری به یه عده کمک کنه، اما مشکل اینه که خیلی از آدمایی که اهمال کاری میکنن اتفاقا آدمایی هستن که خیلی هم اهل برنامه‌ریزی کردن و حتی زمان انجام دادن اون کار رو برای خودشون مشخص میکنن که دیگه مثلا از فردا ساعت 9 بیدار میشم و یه ساعت بعدش شروع میکنم به زبان خوندن که 3 ماه دیگه آیلتس بدم، یا شروع میکنن به انجام دادن پایان نامه که تا چند ماه دیگه بتونم پایان نامه رو دفاع کنم. یعنی میدونن که الان چقدر ضروریه که این کار رو انجام بدن و میخوان که انجام بدن، مشکلشون اینه که نمیتونن. انگار راجع به این آدما یک سری موانع درونی و عوامل دیگه ای وجود داره که باید اونها به صورت فردی بررسی بشه و شاید اینها اون درمان فردیه که میتونه به این افراد کمک کنه. بنابراین تمرین های این کتاب حتما میتونه به یه عده کمک کنه و براشون مفید باشه. اما اینجا من به عنوان یک درمانگر به شما توصیه نمی کنم، که راهکار نمیدم بهتون، چون فکر میکنم که روان آدم ها اونقدر پیچیده است و عوامل مختلفی وجود دارن که باید توی درمان بهشون توجه کرد که این اصلا ممکن نیست که ما بخوایم درمان رو خلاصه کنیم توی یک چند تا تکنیک و راهکار. و از طرف دیگه چیزی که توی درمان اهمیت داره وجود یک آدم دیگه در کنار شماست، وجود یک درمانگره که
توی مسیری که شما قراره طی کنید و به موضوعات مواجه بشین که سالها ازشون اجتناب کردین، از مواجه شدن باشون دوری کردین، تفریحی رفتین، میترسین مواجهه برای شما ترسناک، دردناکه، شما رو همراهی بکنه و این مسیر رو قدم به قدم با شما بیاد.